یه عزیزی چند وقت پیش به من پیام داد، گفت تو یکی از کلیپات گفتی اگه نماز صبح نخوندین اون روز رو روزه بگیرین. صبح که بیدار شدید نماز صبح قضا شده، این نفس نماز صبح قضا کرد، امروز خبری نیست روزه. گفت من 3 روز این اتفاق افتاد روزه گرفتم، الان نماز صبح که بماند تهجد هم میخوانم. خدا خیرت بده. گفتم خب این راهکارهاییه که ما از اساتیدمون میشنویم به شما هم میگه. نفس رو تربیت کنیم. آقا نفس نماز صبح نمیخونه، خیلی خوب، صبح بیدار شدی نماز صبح نخونی، خیلی خوب نفس من بهت میدم بخوری، نه اینکه تو رو پروار کنم، نه اینکه تو رو چاق کنم، نه اینکه تو رو فربه کنم، من میدم که تو بخوری طاعت کنی. تو هم که طاعت نمی کنی پس نخور. امروز خبری نیست، امروز نماز صبح قضا شده بنابراین روزه ای. 2 بار این کارو بکن بعد ببین چی میشه.